شما اینو در نظر بگیر، شما بردی جونشون رو تضمین میکنی؟ یعنی هوادار نیاد چه ایرادی داره؟ الان اگر بیام آقا شما بیام اگر دست من بود اگر دست من بود که میگفتم حاجی ما نمیام میکنیم ولی نه میشه باز کردن میذاریم بیرون بچه‌ها باید ساعت اتوبوس منم بودم ناراحت شدم ولی حاجی اگه اینا رو میخوام چیکار صحبت میکنه آقا آقا خلیلی